چشمان زیبایت را آرام ببند. حالا یک نفس عمیق بکش و به آرامی بیرون بده. دوباره هوای تازه رو به درون خودت دعوت کن. هر آنچه سنگین هست و روح و جسم تو رو سنگین و ناراحت کرده با بازدمت مثل یک دود سیاه بیرونش کن. اجازه بده شانه‌هایت نرم شوند. فک‌هاتو آزاد و رها کن. بذار قلبت آرام آرام بتپه. در این لحظه خاص و نورانی هیچ کاری، هیچ وظیفه‌ای برای انجام دادن نیست. هیچ نقشی برای بازی کردن نیست. فقط تو هستی و حضور نورانیت. حالا تصور کن در مکانی آرام ایستاده ای. جایی که احساس امنیت و آرامش می کنی. نور لطیفی از آسمان بر سرت میتابه. این نور آرام آرام تمام وجود تو رو در بر میگیره. حالا در همین نور نسخه ای از خودت رو میبینی. خودت هستی، اما همان کسی که سالها پیش بود. کسی که فقط میخواست دوست داشته شود، دیده شود و بپذیرنش. آرام آرام به او نزدیک شو. نسخه دوست داشتنی خودت. دستهایت را بگیر. به چشمانش نگاه کن و با تمام وجود بگو: من برتر، من تو را میبینم. تمام دردها و رنجهایت را میبینم. تمام اشکهایی را که بی صدا ریختی میبینم. و دیگر قرار نیست تنها بمانی. حالا او را محکم در آغوشت فشار بده. بدون قضاوت، بدون سرزنش. اجازه بده هر احساسی که درونت هست، اگر اشکی می آید، اگر بغضی هست، فقط اجازه بده جاری بشه. قضاوتش نکن، راحتش بذار. تو برای ارزشمند بودن لازم نیست کامل باشی. لازم نیست همیشه قوی باشی. لازم نیست همه رو راضی نگه داری. همین که هستی کافی است.
حالا دستت رو روی قلب زیبایت بگذار. ضربان قلبت رو حس کن و آرام با خودت تکرار کن. من خود برترم را میپذیرم. من شایسته و لیاقت عشق را دارم. من با خودم مهربانترین میشوم. گذشته را با عشق رها میکنم. امروز خودم را انتخاب میکنم. حالا تصور کن قلبت مثل یک خورشید طلایی شروع به درخشیدن می کند. با هر نفس تو این نور بزرگ و بزرگتر میشه. این نور طلایی تمام سلولهای بدنت رو در آغوش میگیره و آرام در گوش تو زمزمه میکند. تو کافی هستی. تو ارزشمندی. تو سزاوار عشق و آرامش هستی. حالا چند لحظه به خودت فرصت بده و تو این نور بمان. حالا یک نفس عمیق و ریشه‌دار بکش. از قلبت برای تمام سالهایی که بیوقفه نان استاپ برای تو تپیده است تشکر کن. از بدنت، از روحت و از خودت. حالا اگر آماده ای آرام انگشتانت رو تکان بده. یک لبخند کوچک و زیبا به خودت هدیه کن و با این آگاهی چشمانت را باز کن. از امروز خانه امن خودت باش.